خب ویتالی فسچوک یا فچوک، حالا من اسپل دقیقش نمیدونم که چجوریه، ولی یه اتلت تو لول ادوانس که کالیستنیکس کار میکنه و این یه برنامه هفتگیشو توی یه باکس کوئسچنی ازش پرسیده بودن که بهترین مدلی که تمرین میکنی تو هفتهش شکلیه. بعد یه توضیح دربارش داده بود که منم حالا اینو براتون نوشتم که براتون توضیح بدم. اول هفتهشو با هارد ترینینگ استریت لیفتینگ شروع میکنه، یعنی داره مثلا تمرین ویتد انجام میده تمرین پرفشار و استریت لیفتینگ. حالا یه مقوله ای از رشته تو کالیستنیکس که حالا من بعدها درباره‌اش حالا بیشتر صحبت میکنم و توضیح میدم. یعنی اینکه این تو روز اول یه فشار خیلی زیادی داره به خودش میاره. حالا اینکه تو این روز داره چیکار میکنه و نوع اکسرسایزش چیه بعدها بهتون میگم. روز دوم میاد، روز دوم هفتهشو لگ دی انجام میده و این لگ دی تو توضیحی که داده گفته بعضی وقتا تمرینم راحته، بعضی وقتا تمرینم سخته. حالا این برمیگرده به این که این تو روز قبل چه فشاری به بدنش آورده که بر اساس اون داره سخت آسون میکنه مدل تمرینشو. و حالا در آخر توضیح میدم که یه ورزشکار توی مثلا دوره ورزشیش ممکنه که سطح فیتنسش متغیر باشه، یعنی یه هفته‌هایی مثلا اون فایر باشه، یه هفته‌هایی نه، مثلا اون کیفیت فیزیکی خوبو نداشته باشه. این توضیحی که اینجا داده نسبت به تجربه که داشته اومده sometimes easy sometimes hard برای روز لگ دیش یه تعریفی گذاشته. روز سوم اومده میگه که من تو روز سوم فقط اسکیل کار میکنم، یعنی بدنسازی انجام نمیده، فقط تمرین مهارتی انجام میده که شامل هندستن، پلنج، فران لور، حالا به اون اسکیلی که نیاز داره کمک میکنه. حالا این که همه اینا رو با هم انجام میده یا نه، اون دوباره برمیگرده به اون هدف اون ورزشکار که میخواد که کدوم یکی از اینا زودتر برسه، یا مثلا یه پلنی داره که اینا رو بتونه با هم انجام بده. پس این اومده چیکار کرده؟ روز استریت لیفتینگش رو جدا کرده، روز پا رو جدا کرده، یه روز تخصصی فقط برای مهارت گذاشته. خب تو روز چهارم این اومده اون روز رو اختصاص داده به بادی ویت ترینینگ 3 رپ و معمولا هم این اکسرسایز ها به صورت بیسیک انجام میشه و توی ستای خیلی زیاد. حالا نمونه هاشو من براتون تو آینده میگم. حالا میخوام مثال بزنم، مثلا 10 تا پولاب، 20 تا پوشاب، 10 تا چیناب، 20 تا دیپ، مثلا 10 راند، 20 راند. یعنی این تکرارا بسیار زیاده، یعنی اینجا ممکنه که تکرارا کم باشه و ویت زیاد و پول کنی و اینجا به صورت اندورنسه و با تمرین بادی ویت تمرین میکنی. بعد روز پنجم آورده دیلود کرده، یعنی میخواد که فشار رو یه جوری از کل هفته ریکاوری کنه و تو این دیلود ترینینگش میاد میگه مور استریچینگ، حالا مثلا فوم رولینگ، استریچینگ، تمرین موبیلیتی انجام میده که بتونه این فشاری که تو این هفته بهش وارد شده رو بتونه کم کنه و اون دامن حرکتی هایی که ضعف داره مخصوصا برای تمرین های اسکیلش بتونه اینجا جبران کنه. و 2 روز آخرش هم رسته. و من حالا یه پیشنهادی که دارم اینه که شما تو این روز مثلا 6 میتونین یه لگ دی دیگه اضافه کنین که بر اساس این باشه که اینجا اگر مثلا سامتایم ایزی اینجا بوده، اینجا سامتایم هارد انجام بدین یا برعکسش، یا بسته دیگه حالا به تجربه و فشاری که ورزشکار داره میتونه اینجا یه لگ دی اضافه کنه و اون 2 بار تو هفته بتونه این روی لور بادیش هم کار کرده باشه که لور بادیش از آپر بادیش خیلی جا نمونه. و روز آخر هم که رست مطلقه، یعنی معمولا اینا تو روز آخر فقط بارگیری تغذیه دارن که دوباره همین فشاری که تو این هفته بهش اومده، یعنی در شما نگاه روز پنجم و که دیلودش بوده، حالا این طبق فرمول قبلش یه رست هم که اینجا بوده و یه رست، این بدن داره میره تا حد ریکاوری که این دوباره بارگیری بشه، دوباره از اول هفته بتونه
تمرین پرفشارش رو شروع کنه. و میگم حالا پیشنهاد من اینه که لگ دی هم اینجا اضافه کنیم که 2 بار تو هفته پا هم کار شده باشه و اینکه خیلی برنامه جالبی بود، گفتم که با شما به اشتراک بذارم.